و باز هم نتیجه برای دست ریگارتاداس خوبتر و بهتر نیز شود. و البته ما در دور گذشته دیدیم که ریگارتاداس اولین غلبه موسم رو به دست آورد. توصیلات 6 گل‌های بهترین ها رو در خطی بهترین 16 ها تشکیل میدن. به دوستان عزیز اکنون با ایت دستان متوجه میشیم. بازی از مرکز میدان آغاز شد. در خط دفاع هستند در کنار راست میدان رقمی 27 دلیر امام نظر. فول فرصت پیدا میشد برای صاحبان میدان. ضربه زده میشود و گل. اما دوبار bayrakcha خود را در کنار میدان بالا برداشت. خسرو صدیقزاد و ناتالیا سودنیکووا هستند. هر سه از دوشنبه. ناظر داوران رستم عبداللهیف، کمیسر بازی فریدون سالیف و شورای شما باشد من فریدون سفرزاده هستم. و اکنون این گلی که بود باز هم داوران تفتیش کرده استند. دوستان عزیز گل به حساب گرفته می شود. حالت نوبازی نیست و ریگارتاداس در حساب پیش می براید و ما شاهد زودترین گل در موسم امساله چمپیونات فوتبال کشور باشد. اساتی توصیلات بود شرفجان سالیف که از پنالتی در بازی مقابل کلوب مرکزی برچی ارتش به زدن گل دست یافته بود. یک امکانیت مخلصان فوتبالی تاجیک آشنا است که قبلا او در چمپیونات کشور هنرنامه کرد. امکانیت دیگر برای پیدا میشد برای بازیگران دست ریگارتاداس و چگونه از این تلاش نباتی از جانب بازیگران دست ریگارتاداس. بوبوجانوف پرتابیو فرصت است برای اجرایش ضربه. کجا است ضربه و اکنون بازیگران دست ریگارتاداس برخورد و دیوار دفاعی. وضعیت دیگر برای پیدا میشد برای بازیگران دسته اوسیلات. ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد. رو نیز در نیمه دوم باش مخیم گفت ضربه از همین مسافه اجرا کرده میشود. چی ضربه بود. یک فرصت خوب گلزنی باز هم دوستان عزیز ریگارتاداس پس داده میشد. فرصت هست از بک توپ و از این امکانیت چگونه استفاده بهره برابر کردن حساب پاما کوشش تلاش خود را کنند و شرطی که خواهند در صدر جدول مسابقه باقی مانند. فرصت پیدا میشد برای بازیگران دست ریگارتاداس. امکانیت هست برای نقطه نهایی را در حساب بازی امروزه گذاشتن. پنجیف چیکار میکند؟ پنجیف یک نفر را گذاشت. ضربه پنجیف اینجا متالورکیان از این بختیار خلندروف برطرف میکنند این حالت را بازیگران دست ریگارتاداس و با این ترتیب عبدالله دولتوف صدای اشتراک خود را از انجام بازی من دست ریگارتاداس و حوصلات بلند میکند.